بروتات حرفی پ. برای بروتات حرفی پ. چی؟ هنری داشت برای خلق، برای جوانان، برای آینده. خواب رفتم گراده. تمام دیگه. من این سودخانه رفته سمت چرا تشکیل ندارم. در دوره ما کار کردیم، دوره حکومت شوروی بود. سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان، روز احمد بخیر و شادی باشه. بازم دهه سنتوده ناحیه دنغره، البته گلوف تاشکند. برادرای عزیز زنده باش. استاد عزیز، البته گلوف تاشکند ما با شما معرفی بکنم. خیلی حاجت به معرفی هم نیست، بسیاری شما میدانید. بروتات حرفی پ. راست میگم. برای بروتات حرفی پ. من نفردستم مردم یکم بردارمش میگم حیرانم. من یکم گپ گفتم، من یکم گپ نگفته خیلی بالای سر من پرتنزیا که خیلی ترمیناتور گرفته. میگم ادب نیست در جای جمعیتش. زنده باشه استاد عزیز. انا راستی گپ استاد در بسیار کینو فیلم هایی که ما به نوار گرفتم، آواره عشق، قانون و آیله، لیلی و مجنون، کانی تیلا، با چی بود دیگر فیلم هایی که بدن به نوار گرفتگی بده. و نگفتن ماند دوستان عزیز، برادرای قدردان، نگفتن ماند گلوف تاشکند، گلوف تاشکندی، یعنی گلوف گفتم ما گپ میزنیم. استاد عزیز خطی گلوف طول 20 سال در سیوز در ناحیه دنغره در همین قشلاق سنتوده کینو میخاینی کشیده کار کرده. هم خیلی بودن استاد. چی خیلی بود اون سالا، چی کارا بود، چی کینا را میمونده در خلق. در دوره ما کار کردیم، دوره حکومت شوروی بود، سیوز سر میگفتن. بعد ختم تمام کردن ارمیا در همین کینو زاغ داشتم. زاغ داشت. بعد تاجی کالخوز رایان رفته خانه 20 سال از سال 72 تا 91 دوره جنگ ما در همجا کار کردیم. آنا برادرای عزیز، در یاد ما هست که همین میپونگ میگفتیم ما یخی سفید کردگی بودن در همونجا ما کودک در دیوال کینا را میموندن. ما کینایی چی را تماشا کردگیم؟ جیمی این خیلی میکنه که تانسور دیسکو آن همی کینا رو ما در همین پیش میپونگ مون در تنی دیوال موندگی بودن تماشا کردگی بود در دماغ. هم وقتا میگفتن گلوف کینو میمونه، گلوف کینو میمونه. اینا شکر خدا که در آینده ما کلان شدیم و با این استاد چقدر همکاری کردیم. خیلی استاد چند ساله شده؟ 74 در اومدگان. این استاد وقتای پیش میرفتن دوشنبه کینو جمع کرده میوردن. اون وقتا استادا مقصد استادای کینو و استادای حج دیگر آدم بودن. هم اصولا کی بودن اون وقت؟ استادان بودن عبیدالله رجب بندگی که مستا که کاملی چکالا بعد دو کس کاملی بودن. بدخشانی ها استا و مستا باید محکم حاجی قول. محکم حاجی قول. همین قیمه خیلی در دوره همون دوشنبه بودن سر کار داشته. لکه خیلی در این دوره حیات در حیات نیستم. ما حیات کم چی کردیم یاد گرفتیم. زنده باشه حیات نیستم. حاضر کادر حاضره جوانای حاضره ما مثلا نمیتونیم بگیم که سخشون در همه چی هستن و نه که کارهای دیگر شغل دارن. ما خیلی آدم چیز بودیم در همین زبان در همین بود. ما میخوایم که برای شما هر یک برنامه یا کینو فیلم یا یکی چیزایی که خنده‌آور ما تیار کنیم به جوانان پیشنهاد کنیم. ما مقصودی ما همیشه هستیم. استاد عزیزی ما چقدر ذوق دارم باور میکنه شما خیلی ناگفتنی ایده. ما استاد خدی سالای پیش می اومدیم چقدر کلیپا میکنیم خیلی وقتا در دیسک میبرم اومدن خیلی آدمو تماشا میکنن خیلی آدمو تماشا نمیکنن وقتا در دیسک بود. استاد بنیهایت ذوق دارن. طول همین سال به همین خلق ما در همین دهه ما خدمت کردگی. سربلند باشه استاد عزیز. گلوف میگن گلوف سربلند باشد. اینا کینوهاش با ما میمونم پارچه هاش شما تماشا کنید و حلاوت ببرید. این استاد عزیزی ممکن یک سخن دیگه هم بگم. البته در دوره ما خط دوره بسیار دوره عقل بود، دوره اختیاری بود. هر کس میخواست چی هنری داشت برای خلق، برای جوانان، برای آینده تاجیکستان پیشنهاد میکرد. لیکن حاضر چی گفتم لازمه که همه با تلفن و کامپیوتر و
دیگر چیزا در ذوق‌های مدنیت نیست یکم کس ذوق کنن ما ذوق تا حجم ذوق شورز ما کنار میمونم کنار تماشا میکنم همون وقت زیغ میشم که همین اکتورها بودن وقتشان مهنت کردم یا بسیار مهنت برای یک کنار بازی کردم 20 بار میگردوندم 20 بار و یا ویران میشم 10 بار چیز میکردم از کار میرامدم چون ناتوری بازی کردم پس کد موندی گپ ناتوری زدی میشم این گپا بود که همین که گام میزدی که همون خلق تماشاگر علاوت ببره گوش میکرد که چی سخن میگه سخنی تربیوی بود سخنی شیرین بود سخنی پدر مادر بود بر جوانان سخن میگفتن که در سری از تاثیرش برسان ولی خیلی کار را بوده مغز سخن کافته میافتن برای تغییر کردن پیشنهاد مردم برای خودشان نمیکردن برای یک معاش نفت چی میگیرستن شوا کار میکردیم حاضی استاد یک خیالشی ده که چی رول را ما بازی کنیم خیال میکنیم که همه آدم ماییم تکرار با تکرار میگم که ای آدم ما چی رول را که ما بازی کنیم اون آدم ما نیستیم ما ای درونی شما گرفته همین رول بازی کردیم ای درونی همین شما یک آدم شما هم خیلی شیدنو ما رول شما را بازی کردیم نمیفهمم یا رول بازی که در راو تنه میزنن که ای تا هم خیلی دا تا خود نمویی خلق چقدر شورنوکیش پس رفته همین تماشابینا برای همین سالهای پیش تماشابین هر یک کار همین هنرمند هر یک کاری را میکرد تماشابین خود چیز میکرد در همونجا همین هر یک کاری را هنرمند بازی میکرد تماشابین خود همونجا حس میکرد که همین ما باشم چخیلی میشوم همین ما باشم باید چیکار کنم همین ما باشم باید چخیلی رفتار کنم انا حوزی نبرا چی داد رول بازی بکنی میگه وقت چای در خیلی توکلش بخدا رول بازی میگه وقت چای میگه وقت شام خیلی های خودش خوش نمیکنه همونجا تماشا مدنیت توش گپ شما کم است بله که حسابات نیست یگان راهبر نیست مای پروفسورای زور بودن مای دانشمندای زور بودن همه بله رفتن این سخنهای ویا میگفتن که پیشون نخیزه دهها آدم‌ها دهها پول بود تراکتورها پول بود همه تماشا میکردن من خودم در دوشنبه در پیش چیز کاخ باربد کاخ جامی زندانی بازار میگفتم وحشه همجا کنیا زوزده یکمین بار زوزده من سالای بگم چند 72 من در دوشنبه میخواندم من ای مرسل بیست آوردم گفتن که همینجا بسیاری همین اشتراک میکنی گفتن لباس دادن چیز دادن اگه او کنار بخون نیدم نکن نامش زوزده وجود افراسان بودن تاجیکان بودن همش بودن همچنین سورا بسیار شاوز استعمال کردن قصیق داشتن زغز ایسوزی تو بسیار بودن همه کنار من چکن تیار کردیم نکه دو سه شبان روز گذشت یک روز مزگره برای لباس برای خداشتک رژیسور می‌دهید پستانافتن می‌دهید که همه در کم مملکت‌های دیگه می‌رفتن سوویت ازبکستان یونان تماشا کردن برای دنیا می‌کردن برای دنیا که همین ما مدنیت داشتیم بله خیلی سخن بسیار استاد عزیز کسی که میفهمه کسی که میخونه کسی که کوشش میکنه برای خودش کسی که کوشش نمیکنه همه که بخبر هم خیلی میگفتی های میمره میره سربلند باشی استاد عزیز گلوف زنده باشه خدا نگهبان سربلند باشی ما دعا میکنیم که 100 سالها در بالای سری ما باشین و ما هر وقتی که سیام کم میاییم با چقدر گپای خوب و خاطرمون را شما بگیریم ما چیزا که ما دلمون جوان است زنده باشه در کجای باشه من پرواز میکنم کجای باشه نه رولای جنگیزم بازی میکنم رولای همه چیزا ما بازی میکنم این حیات است همه کینای قانون و آیله تماشا کنیم این ما میمونم حلاوت بریم باقی تن ساعت و خانواده باشین خدا یاری مدد دارش سلامت باشه خدا نگهدار